عفرینا داگیرکری دولتا ترک و چتین و روزانه هر جوره کرنین در مروی ین مینا کشتن رواندن تالان کرنه دکن. رخصنا مافی مروان عفرینی دازانین کومیتا ترک جنا دو جانی یا بناوی نعمت بهجت شیخو یا 32 سالی و هفجینی و خلیل ناسان یا 36 سالی ین جگوند قوپه یه بسر نافچه راجو جی پیشیان خوشخانه یا قنبر آل ناون دا باجاری عفرینی رواندن. رخصنی گوت میتا ترک 6 ساعتین لپی هف لی پرسین و اشکنجه لجنا دو جانی و هفجینی و کرن که ده انجام ده جنا دو جانی دبن اشکنجه ده هاتا کشتن و چارنوسا هفجینی و حتی نهان دیاره. هاتا زانین شتایان گفل مالباتا جنا کشتی خوارنه که تا آگاهی درباری کشتناوی ده بلاو نکن. هروها هاتا زانین که شتایان بسدمین جدا یک جوان جن 4 کس رواندن و برنجه کی ندیار. ناوین کسین که هاتن رواندن وهانه. الماسا خلیل حج عبدو یا 27 سالی جگوندی کفر سفره یه بسر نافچه جندریسی که افجار سیانه دی رواندن. مصطفى محمد دوردو یه 46 سالی جگوندی موساکا یه بسر نافچه راجو. نعام احمد حنان یه 5 سالی و خلیل حنان یه 48 سالی ین جگوندی قنتری یه بسر نافچه مباطا. لگوری مالا پرا عفرین پوست چتیان تنی دنابا هفته یا بوریده 22 کس رواندنه جوان 3 جنن.